بصدق ربا وعرفت بحق معناه كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله. أدركت الآن معانيها أسماء حسنى لعلا وتنور قلبي بصفات أوصاف ليست لسواه. إن مر العمر فمسكين عبد لا يعرف مولاه ما ذاق حلاوته أبدا من يجهل ربا سواه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در برنامه امروز هم با شما خواهیم بود با صفتی دیگر از صفات پروردگار و نامی دیگر از نامه‌ها و اسماء حسنای الله متعال. یکی از نامه‌هایی که بسیار شنیدیم و خیلی به آن معتقد هستیم در مورد الله متعال نام القدیر و القادر و المقتدر هست. القدیر، القادر، المقتدر. این نام در قرآن کریم و در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم فراوان استفاده شده. الله متعال می فرماید والله علی کل شیء قدیر در سوره بقره. والله علی کل شیء قدیر. الله متعال بر هر چیز قادر و تواناست. فإن الله كان عفوا قدیرا در سوره نساء. همانا الله متعال عفو کننده، بخشنده و قدیر هست. این در مورد اسم القدیر. در مورد القادر می‌خوانیم که الله متعال در سوره انعام می‌فرماید قل هو القادر، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم. هو القادر، الله متعال قادر هست، توانا هست. پس بنابراین هم قدیر و هم قادر، القدیر و القادر در آیات قرآن استفاده شده. و همچنین المقتدر در آیات قرآن هست و کان الله علی کل شیء مقتدرا در سوره کهف آیه 45. و کان الله علی کل شیء مقتدرا. الله متعال بر انجام هر کاری مقتدر هست و توانا هست، قدرت و توانایی دارد. یا در سوره قمر الله متعال می فرماید ان المتقین فی جنات و نهر. متقیان و پرهیزگاران در روز قیامت در بهشت‌هایی و در کنار جویباره‌ها و نهرهایی سکونت خواهند داشت. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. ملیک مقتدر که بحث مقتدر رو الله متعال و نام المقتدر رو برای خودش بیان فرموده. الان بحث قدیر و قادر و المقتدر. قدیر و القادر به معنی توانایی هست. قدیر و القادر دو تا معنی داره. یکیش از قدرت هست به معنی توانایی داشتن. قل هو القادر علی ان یبعث. در اینجا به معنی این هست که الله متعال قادر هست، توانا هست. والله علی کل شیء قدیر. الله متعال بر هر چیزی قدیر هست، یعنی الله متعال بر انجام هر کاری توانا هست. یکی از معانی القادر و القدیر همین معنی قدرت هست، از ماده قدرت حساب بکنیم.
و هر دوتاشون به معنی این که ذاتی که بیشتر از همه قدرت دارد. القادر و القدیر، ذاتی که بیشتر از همه قدرت دارد و هیچ چیزی نمیتواند الله متعال را عاجز و ناتوان بکند، از بس که قدرت و تواناییش زیاد هست به هیچ عنوان خسته و درمانده نخواهد بود. و المقتدر مبالغه هست، یعنی قدرتی فراتر از آن دیگر وجود ندارد. القادر و القدیر هر دو به معنی قدرت هم میاند و وقتی که ما میگیم المقتدر این دیگه دلالت بر مبالغه میکند، یعنی قادری که بسیار قدرت دارد. و در واقع معنی المقتدر معانی القادر و القدیر رو در خودش در واقع جمع کرده، یعنی این که دلالت بر فضیلت و برتری و کثرت قدرت الله متعال دارد. یکی دیگر از معانی القدیر و القادر این هست که الله متعال سرنوشت رو تعیین می کند، مقدر می کند. القادر و القدیر یکی از معانیش این میتواند باشد که الله متعال هر چیز را مقدر می کند، یعنی قبلا یعنی کارهایی که الله متعال انجام میدهد بر روی یک نظام دقیقی هست که قبلا الله متعال آن چیز را مشخص کرده، سرنوشت را قبلا نوشته، این تقدیر را قبلا متعین کرده. الان اتفاقاتی که در دنیا برای ما میفتند بر اساس تقدیری هست که الله متعال بر مبنای نام القادر و القدیر خودش مقدر فرموده برای ما. انا کل شیء خلقناه بقدر، ما هر چیز را با یک اندازه مشخصی، با یک نظمی، با یک برنامه ریزی ما آفریدیم. در سوره قاف انا کل شیء خلقناه بقدر. یا در سوره احزاب میبینیم که الله متعال میفرماد و کان امر الله قدرا مقدورا و خلق کل شیء فقدره تقدیرا. در اینجا تمام از ماده تقدیر اومده، قدر یقدر تقدیرا، یعنی این که الله متعال تعیین کرده، مشخص کرده، مقدر کرده، این سرنوشت را و این نظم را قبلا تعیین کرده و نوشته. این معانی القادر و القدیر و المقتدر هست. معانی مشترکی که هم القادر و هم القدیر و المقتدر دارند از بحث قدرت هست. قادر و قدیر یعنی بسیار قدرتمند و مقتدر به معنی کسی که یه بالاترین قدرت و بالاترین توان را دارد که قبلا هم عرض کردند که به اندازه قادر هست و به اندازه قدیر هست که هیچ چیزی در دنیا الله متعال را عاجز و درمانده نمی کند. و معانی دیگر القادر و القدیر به معنی تقدیر کننده، به معنی تخمین زننده، مشخص کننده، ایجاد نظم و نوشتن سرنوشت است، یعنی از بحث تقدیر. پس بنابراین معنی این که الله متعال قدیر هست و قادر هست و مقتدر هست، نخستین معنیش این است که قدرت الله متعال یک قدرت بی انتها و بی منتها هست. کسی که قدرتش بسیار فراوان هست، بگونه ای که نفوذ مطلقی دارد، سلطانش و حاکمیتش، قدرتش، سیطره و نفوذش حد و مرزی نمی شناسد. بر تمام ذرات جهان هستی و بر تمام موجودات تصرف کامل و اختیار تام دارد. هیچ کسی در این زمینه معارض الله متعال و مخالف الله متعال، کسی که در برابر الله متعال بایستد نیست. الله متعال قادر هست و قدیر هست و هر چیزی را که بخواهد به آن حکم می کند و الله متعال بر هر کاری توانا هست. هیچ چیزی الله متعال را عاجز و ناتوان نمی کند. به هیچ عنوان الله متعال دچار خستگی و درماندگی نخواهد بود. چرا؟ چون که الله متعال قادر هست، قدیر هست و مقتدر هست.
و نشانه کمال قدرت الله متعال این هست که الله متعال چنان قدرت دارد و چنان توانایی دارد که معدوم را ایجاد می کند. بسیاری از مخلوقات الله متعال را یا تمام مخلوقات الله متعال را وقتی که ما می بینیم، الله متعال اینها را از عدم به وجود آورده، یعنی معدوم را موجود می گرداند و موجود را معدوم می کند. تمام اینها بر اساس قدرت الله متعال هست و قدرت الله متعال به اندازه زیاد هست که الله متعال برای انجام قدرت خودش، برای عملی کردن اراده خودش نیازی به هیچ چیز ندارد. همین اندازه کافی هست که الله متعال دستور بدهد یک امر کن صادر بکند فیکون. این نشان قدرت الله متعال هست. و اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. وقتی که الله متعال بخواهد یک امری را انجام بدهد و حکم بکند به یک چیزی، فقط میگوید کن فیکون. به محض اینکه دستور بدهد که باش به وجود بیا، آن موردی که الله متعال میخواهد قطعا به وجود خواهد آمد. و الله متعال تقدیر بندگان را که یکی از معانی قادر و قدیر هست، تقدیر و سرنوشت انسانها را قبلا مشخص کرده و ایمان به تقدیر و ایمان به سرنوشت یکی از بخشهای مهم ایمان هست، یکی از ارکان ششگانه ایمان هست. یعنی این که هر انسان مسلمانی که خود را مؤمن می‌داند، در کنار ایمان به الله، ایمان به فرشتگان، ایمان به کتاب‌های آسمانی، ایمان به انبیاء الهی و ایمان به روز قیامت، ششمین موردش ایمان به تقدیر هست. یعنی حتما باید انسان مسلمان به تقدیر ایمان داشته باشد و تقدیر یکی از معانی القادر و القدیر هست که آیاتش رو قبلا خدمت شما عرض کردم که در قرآن کریم از این نام به معنی و در زمینه تقدیر و سرنوشت الله متعال این نام را به کار برده، آنگونه که الله متعال می‌فرماد انا کل شیء خلقناه بقدر. ما هر چیز را با قدر، یعنی با تنظیم، با اندازه مشخص و با سرنوشت خاصی ما مشخص کردیم و تقدیر کردیم. الله متعال سرنوشت انسانها را و سرنوشت موجودات را 50,000 سال قبل از پیدایش زمین و آسمان رقم زده. یعنی از بس که علم الله متعال زیاد هست، بر تمام ذرات جهان هستی الله متعال هم علم دارد و هم قدرت دارد. آنچه را که الله متعال 50,000 سال قبل از آفرینش آسمان و زمین رقم زده، آن را مشخص کرده، امروز روز به روز آن اتفاقی که الله متعال 50,000 سال قبل از پیدایش آسمان و زمین رقم زده و مشخص کرده برای ما اجرا می شود، بدون این که در آن کمی به وجود بیاد، کاسی وجود داشته باشه یا زیادتی وجود داشته باشه. دقیقاً بر همان نظامی که الله متعال مشخص کرده، بر همان نظام امروزه پیش می رود. و یکی از مشخصه ها و نشانه های علما ایمان به تقدیر الله متعال و ایمان به قدرت الله متعال هست. الله متعال در سوره فاطر می‌فرماد انما یخشی الله من عباده العلماء. علما آنهایی که آشنای به الله هستند، معرفت الله را دارند، آنها از الله متعال خشیت دارند، میترسند از الله متعال. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه این آیه را انما یخشی الله من عباده العلماء، این آیه را اینطوری تفسیر کرده که الذین یقولون ان الله علی کل شیء قدیر. منظور از علما در این آیه کسانی هستند که معتقدند بر این که ان الله علی کل شیء قدیر، الله متعال بر هر چیزی توانا هست. یعنی کسانی که بر مقتضای نام القادر و القدیر الله متعال و همچنین نام المقتدر پروردگار ایمان دارند و باور دارند.
پس بنابراین هرچند که ما ایمانمان به الله متعال بیشتر باشد، آشناییمان با الله و معرفتمان با الله بیشتر باشد، به همان اندازه باید خشیت ما و ترس ما، بیم و امید ما باید بیشتر باشد. الله متعال در قرآن کریم نام القدیر را و صفت قدرت را در کنار صفات دیگر ذکر کرده. به طور مثال در یک جایی الله متعال در سوره ممتحنه می‌فرماد والله قدیر، والله قدیر والله غفور رحیم. یعنی در کنار این که الله متعال بحث قدیر بودنش را، قادر بودن و مقتدر بودنش را ذکر می کند، در کنار آن الله متعال ذکر می کند که والله غفور رحیم، الله متعال غفور و رحیم هست، بخشاینده و مهربان و گسترده مهر هست. یعنی این که مغفرت الله متعال برگرفته از کمال قدرت الله متعال هست. چه بسا انسانی در دنیا شما پیدا بکنید که از حق خودش گذشت بکند، اهل مغفرت و بخشش باشد، اما چه بسا که از روی ناتوانی چون این کاری رو کرده، یکی رو بخشیده، مغفرت کرده، از حق خودش درگذشته، معاف کرده، اما چه بسا از روی ناتوانی بوده، نمیتوانسته انتقام بگیرد، نمیتوانسته حق خود را بگیرد. الله متعال میفرماد والله قدیر، الله متعال قدیر هست، قادر مطلق هست، توانا هست، اما در کمال قدرتش و در اوج قدرتش والله غفور رحیم، الله متعال غفور و رحیم هم هست. یعنی این که مغفرت الله متعال در کنار رحمت الله متعال و هر دو در کنار قدرت الله متعال هستند. الله متعال در اوج قدرتش بخشنده و مهربان هست و در کنار بخشندگی و مهربان بودنش قدیر هم هست، توانا هم هست. بخشندگی الله متعال، قدیر و غفور بودن و رحیم بودن الله متعال از روی عجز نیست، بلکه از روی کمال هست، از روی قدرت هست. پس بنابراین این یک اقتران بسیار زیبایی هست که الله متعال قدرتش را در کنار مغفرت و رحمت قرار داده. یعنی این که ما انسانها در کنار این که معتقد هستیم که الله متعال بسیار قدرتمند هست، اراده الله متعال نافذ هست، هرچه را الله بخواهد انجام میدهد، نیازی به کسی دیگر ندارد، نباید این صفت ما را به این طرف سوق بدهد که پس بنابراین نباید امید رحمت داشته باشیم. نه، قادر بودن الله متعال، مقتدر بودن و توانمند بودن الله متعال بدین معنی نیست که الله متعال بخشندگی ندارد، بلکه در کمال قدرتش الله متعال بخشنده هم هست. مبادا الله متعال را بر انسانها قیاس بکنید، کسانی که اهل قدرت هستند از انسانها، چه بسا که از اهل بخشش و مغفرت نیستند، درگذشت نمی کنند. اما الله متعال قدرت کامله را هم دارد و در کنار آن مغفرت و رحمت کامله را هم الله متعال دارد. در جای دیگر در سوره نحل الله متعال می‌فرماد ان الله علیم قدیر. یعنی در کنار علیم بودن الله متعال صفت قدیر را هم ذکر می‌کند که ان الله علیم قدیر. الله متعال قادر هست و در کنار قادر بودن علم هم دارد، عالم هست، توانایی و دانش دارد، اهل علم هست، علمش بیکران هست و در کنار آن قدرت دارد. بدین معنی که قدرت بدون علم چه بسا انسان را به فساد برساند و علم بدون قدرت این خودش یک نوع عجز هست. کسی علم دارد اما قدرت ندارد، یا قدرت دارد اما علم ندارد، هر دوتا ناقص هستند. الله متعال علیم قدیر هست، ان الله علیم قدیر، یعنی هم علم الله متعال کامل هست و هم قدرت الله متعال کامل هست. پس بنابراین از قدیری که در اوج علم هست، علمش بیکران هست، نباید بیم فساد داشت، و از علیمی که قدرت دارد
نباید که اون رو متهم به عجز کرد. یعنی هم علم دارد و هم قدرت دارد، هم قدرت دارد و هم علیم هست. مانند برخی از انسانهایی نیست که قدرت دارند اما علم ندارند، یا علم دارند اما قدرت ندارند. الله متعال علیم و قدیر هست. یعنی هر چی را که الله متعال با قدرت خودش انجام بدهد بر اساس علم الله متعال هست، و هر چیزی را که الله متعال علم آن را داشته باشد قدرت آن را هم الله متعال برای اجرای آن مورد دارد. ما انسانهای مسلمان وقتی که معتقد به قدرت الله متعال باشیم و معتقد به صفت قادر بودن و قدیر بودن الله متعال باشیم، پس بنابراین باید اطمینان خاطر داشته باشیم. ایمان ما و عزیمت ما باید تقویت پیدا بکند. یقین ما به الله متعال، اتفاقاتی که در دنیا برای ما میافتد بر اساس قادر بودن و قدیر بودن الله متعال هست. بدین خاطر در صحیح مسلم روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماند که احرص علی ما ینفعک، احرص علی ما ینفعک. برای مواردی که برای تو مفید هستند، آنها را برای خودت سودمند میدانی تلاش بکن، زحمت بکش. احرص علی ما ینفعک، زحمت و تلاش داشته باش. واستعن بالله ولا تعجز، از الله متعال کمک طلب بکن، استعانت بجوی از الله متعال و درمانده نشو، ناتوان نشو، ناامید نباش در دنیا. و بالفرض در مسیر زندگی و ان اصابک شیء فلا تقل لو انی فعلت کان کذا و کذا. اگر در دنیا شکست خوردی، آنچه را که امید داشتی به آن نرسیدی، نگو که اگر من فلان کار را نمی کردم امروز چنین و چنان نمی شد، اگر فلان جا نمی رفتم این اتفاق برای من نمی افتاد. این اگر را ویل بکن. ولکن قل، اما بگو که قدر الله ما شاء فعل. بگو الله متعال این رو برای من مقدر فرموده بود و هرچی الله مقدر بکند بر اساس قادر بودن و قدیر بودنش، هرچی را برای من مقدر بکند آن اتفاق خواهد افتاد. این اگر مجالی ندارد که اگر چنین نمیشد فلان اتفاق برای من نمی افتاد، نه، بلکه بگو الله متعال این را برای من مقدر کرده بود و چون الله مقدر کرده بود برای من اتفاق افتاد. فإن لو تفتح عمل الشیطان، اگر مبنای کار تو و زندگی تو بر روی اگر و شاید باشد، این عمل شیطان را باز می کند. یعنی وسوسه شیطان زیاد می شود در قلب تو و شیطان مانع از موفقیت و پیشرفت تو خواهد بود. پس بنابراین اگر به قادر بودن و مقتدر بودن و قدیر بودن الله متعال معتقد هستی، اگر و شاید و لیت و لعل را باید کنار بگذاری. بگو هر چی را که الله برای من مقدر کرده برایم اتفاق افتاده. اگر شکست خوردی، اگر در یک کاری که انجام میدادی ناکام مادی، بگو این تقدیر من بوده و چون که تقدیر بوده نگو که اگر فلان کار رو نمی کردم این نمی شد و پس بنابراین این منجر بشه به یک نوع افسردگی و از ادامه راه باز بمانی. بلکه مطمئن باش که الله متعال قادر و قدیر هست، آنچه را برای تو مقدر کرده به تو خواهد رسید. اما در کنار این تو با استعانت از الله متعال باید راه ترقی و پیشرفت تا همیشه در پیش بگیریم. تا برنامه دیگر و موضوعی دیگر و نامی دیگر از نامه‌های الله متعال شما را به الله متعال می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ناديت بصدق ربا وعرفت بحق معناه كم مر العمر ولا أدري بحياتي ما معنى الله. أدركت الآن معانيها أسماء حسنى لعلا، وتنور قلبي بصفات أوصاف ليست لسواه. إن مر العمر فمسكين عبد لا يعرف مولاه، ما ذاق حلاوته أبدا
من يجهل ربا سواه. ناديت بصدق ربا وعرفت بحق معناه. كم